آقای دکتر مصطفی دوربیانی به شما در لندن سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما در برنامه شب آهنگ هستید. با درود فراوان خدمت شما و تمام بینندگان این برنامه. مثل هر حق و حقوق دیگه اگر شما ندونید که حقتون چیست چطور میتونید ازش دفاع بکنید. لذا قبل از اینکه بخواید از حق و حقوقتون دفاع بکنید بعد اونها رو خیلی خوب بشناسید. این پرسش رو مطرح میکنم چرا توجه و تمرکز بیشتر روی مقوله جوانان هست؟ به نظر شما چه اهمیتی داره و چرا این نکته کلیدی است در این زمینه؟ خب همونطور که میدونین واقعا جوانان ما سرمایه های آینده ما هستن. اونها هستن که آینده های ما رو میسازن. اگر روی اینها سرمایه گذاری بشه و آموزش در وهله اول از طریق مدارس در تمام سطوح که اینها از زمانی که آمادگی فراگیری این گونه متریال های درسی رو و آموزش رو دارن شروع بشه و اینها بتونن فرا بگیرن، اینها با یک منتالیتی و آمادگی ذهنی خوبی وارد جامعه و بازار کار و ارگان های مختلف میشن. این فردی که امروز در یک دانشگاه و یا یک انستیتو تحصیلات حقوق بشر رو داشته، وقتی که وارد بازار کار میشه و یا به یک سمتی میرسه، طبیعتاً اگر احیانا بخواد خدایی نکرده از حق و حقوق کسی بکاهه، باید یادش بیاد اون درسایی رو که خونده و طبیعتاً از اونجاست که شروع میشه که اینها بتونن مثبت‌تر قدم بردارن نسبت به جامعه خودشون و هم نوع خودشون. آقای دکتر دوربیانی، من میخوام خواهش کنم از همکارانم تا چند لحظه دیگه یکی دیگر از پیام‌های آموزشی که در این سازمان وجود داره پخش بکنیم. پیامی هست با عنوان آزادی تفکر. اما پیش از اینکه اون پخش بشه در این مورد توضیح میدید که اصلا آزادی تفکر چگونه میتونه که از پیام‌هایی باشه که از سوی سازمان شما مورد استفاده قرار میگیره؟ شما ببینید وقتی که میگیم آزادی تفکر یعنی این که شما قادر باشید هر چه که به ذهنتون میاد بیان کنید بدون اینکه بترسید از عواقبش. اما در مجموع از نظر ذهنی آزادی این داشته باشید که بتونید به اون نوعی که دوست دارید فکر بکنید، به اون باورهایی که بهش علاقه دارید فکر بکنید و بهش پایبند باشید. I believe in the spirit. I believe in trust. Beauty. I believe in my mom. Strawberry ice cream. Fortune cookies. Chocolate. I believe in the tooth fairy. Being honest with yourself. I believe in Santa Claus. Aliens, of course. I believe what I want to believe. I believe in myself. I believe in myself.